بکنظرف 27 ساله گشتینگیر شناخته و مدیر باغ مرکزی شهر خوروغ را به 13 سال زندان محکوم کرده اخیراً به محبس رقم 7 به شهر دوشنبه که بیشتر با نام محبس یکم سویس که معروف است انتقال دادند. در این باره روز 3 مای سال 2023 ژورنالیست انورا سرکورова که اساساً رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. بنا به معلومات او، مرافعه پرونده بکنظرف ماه فوریه سال 2023 در سزای شهر دوشنبه پشت درهای بسته گذشت. بنا به اطلاع رسما تصدیق نشده، دادگاه بکنظرف را بر اساس دو ماده کودکس جنایی تاجیکستان، ماده 237 قسم 2 بندهای ب و 188 قسم 1 در اوباشی و اشتراک در بی‌ترتیبی های عمومی گناهکار شناخت. بکنظرف ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب اعتراضهای بدخشان با یاری سلاح و نیروهای ویژه از جانب ماموران کمیته امنیت ملی دستگیر شده بود. تفتیش پرونده بکنظرف مثل مرافعه‌اش به صورت بسته و بدون دسترسی به ادوکات مستقل گذشت. به نزدیکان او درباره پرونده جناییش یگان تفصیلات ندادند. مقامات بکنظرف را در تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و اوباشی عیبدار کردند، ولی معلوم نیست که چه دلیل‌ها را برای اثبات این پیش آوردند. می نویسد انورا سرکورова. بکنظرف 2 اپریل سال 1996 به دنیا آمده نامزد به استاد ورزش در گشتین طرز آزاد بود و در چندین مسابقه های گشتین سزاوار مدال و جایزه او گردیده بود. او همچنین به حیث ولنتیار کار میکرد و 5 زبان خارجی را میدانست. بنا به اطلاع سرکورova مقامات بعد بازداشتش ماشین بکنظرف را مصادره کردند. پدر او سلطان‌نظر بکنظرف ماه نوامبر سال 2022 بعد عیادت فرزندش در سزای شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. یادآور میشویم ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نوع اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح‌های جنگی سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضها بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند.